هر فیلمی که میخوام بسازم اگه برام مثل یه بازی جالب نباشه نمیسازم، یعنی یه بهانه میارم نمیسازم. یعنی هر فیلمی که ساختم بالاخره یه ماجراجویی بوده، اینکه ببینیم میشه یا نمیشه. از سریال کوچک جنگلی بگیر تا مثلا فیلم عروس، مثلا یه مشخصات دیگه داشت، یه صحنه تصادف داشت که همه خیلی فکر میکردن که ممکنه در نیاد ولی اگه در بیاد خیلی خوب میشه. اینطوری مثلا فیلم روز شیطان باز یه داستان جاسوسی بود که آدم فکر میکرد که شبیهش تو ایران تا حالا ساخته نشده. گاوخونی هم اینطور. فیلمی که بدونم که راحت ساخته میشه و به نتیجه میرسه و اینا چنگی به دلم نمیزنه. برای من از لحاظ فرم جالبه که فیلم با یه تصوری یا یک پیشفرضی شروع بشه، بعد اون پیشفرض یواش یواش زیر سوال بره، فیلم تغییر پیچ داستانی پیدا کنه. درسته. مثلا شما توی شوکنان فکر میکنید دارین داستان خسته کننده و احتمالاً زیادی سیاسی ایدئولوژیک فروش کارخونه های دولتی، نمیدونم یه مدیر دولتی که داره فاسد میشه و از این حرفا رو نگاه میکنین و قهرمانش هم یه مرده. بعد یواش یواش از نیم ساعت فیلم به بعد احساس میکنید که مثل اینکه یه چیزی داره میتابه، فرم داره برمیگرده دقیقاً. و این کله ملق زدن آخرش منجر میشه به اینکه قهرمان زن داستان بشه قهرمان اصلی، قهرمان مرد بشه فرعی، بشه بدمن و اصلا معلوم بشه داستان دیگه ای رو داشتیم اون میدیدیم خودمون متوجه نبودیم که داریم داستان دیگه میبینیم. یعنی اصلا نمیتونستیم حدس بزنیم که این داستان اصلیه و داره به یه جایی میبره ما رو که اصلا انتظار نداریم. حالا در مورد صبح اعدام هم به یک نحوی همین اتفاق داره میفته. یعنی ما متوجه کاسبای قدیمی میشیم که اصلا مکاسب میخوندن، یعنی از لحاظ فقهی خودشون مجتهد بودن در مورد مسائل مربوط به کسب و کسبشون اصلا کاملا جور دیگه بود نسبت به اون چیزی که امروز تاجرها و پولدارا و نمیدونم کسایی که کار تجارت میکنن فکر میکنن که باید باشه. یعنی اصلا برای من این نکته جالب بود. تو همون گزارش کیهان هم که خوندم این نکته جالب بود که ما کم کم میریم به طرف کسبه بازار به معنای سنتیش، یعنی از لوتیا شروع میکنیم بعد میریم به طرف کسبه. آره